بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحابته اجمعین. اللهم آمین ثم اما بعد. بینندگان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درس دیگر از سلسله درس‌های تفسیر نور خدمت شما هستم. در ابتدای سوره مبارکه البقره، سوره‌ای که از اهمیت و فضیلت و جایگاه و منزلت اون در درس گذشته صحبت کردیم. به معانی از این سوره مبارکه پرداختیم و یکی دو تا از اولین آیات این سوره مبارکه رو توضیح و بسط و شرح دادیم. امروز بریم به حول قوه الهی ابتدا آیات چند از این سوره مبارکه را بشنویم و سپس به تفسیر آن پردازیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. محورهای درس امروز ما به حول قوه الهی فهم معانی کلماتی است که در آیه سوم اومده. ترجمه این آیه مبارکه چیه و مفاهیم و دلالت‌های لغوی که در این کلمه نهفته است چیه. شرح و تفسیر این آیه هم به حول قوه الهی میدونیم. این آیه رو چنین میخوانیم بعد از اینکه خداوند عزوجل فرمود بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، این کتابی است که هیچ شک و تردیدی در آن نیست. هدى للمتقین، این کتاب هدایتگر است برای متقین. متقین یعنی کسانی که با تقوا هستند. کسانی که با تقوا هستند کیا هستند؟ در آیه سوم و آیه چهارم و آیه پنجم این رو بررسی میکنیم. ولی این رو میخوام بگم اصل کلمه متقین از تقوا گرفته شده به معنای وقایه. اصل کلمه وقا از ریشه کلمه وقایه یعنی برحذر بودن یا به معنای خودداری کردن و شاید هم به این جهت به اهل تقوا و اهل ایمان و شاید هم از این جهت به راست قامتان در دین با تقوا میگن که سعی کردن خودشون را از راه گناه دور نگه دارند و از خشم و غضب الهی برحذر بدارند و همچنین در آخرت از جهنم و عقاب و حساب سخت خداوند خودشون رو برحذر و دور نگه دارند. مثل این که تقوا یک وجدان بیدار و یک ایمان راسخ میخواد که صاحبش را در صراط مستقیمی که در آیه که سوره بقره آمد، سوره الفاتحه آمده بود، نگه دارد. به همین خاطر اولین و زیباترین و جامعترین و کاملترین صفت آن کسانی که خداوند براشون نعمت ارزانی داشت، همون کسانی که طلب هدایت و رستگاری میکردن، این است که با تقوا باشند. این صفت بسیار زینت بخش و ارزشمنده، ولی باید دانست این از نظر تفصیلی چه کارهایی را باید انجام داد. آیه سوم اینو به ما میگه الذین یؤمنون بالغیب
و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. 3 کار از عمده‌ترین ویژگی ها و خصلت و خوی اهل تقوا است. کسانی که الذین میگن ضمیر موصول هست یا اسم موصول هست به معنای کسانی که، و یؤمنون ایمان می آورند یعنی به استمرار، و معنای ایمان می آورند این معنا که در ایمانشون ثابت قدمند، وقتی حق را پذیرفتند به آن حق استقامت می‌ورزند و چون جمله حالیه است به معنای استمرار میاد، مضارع است، و بالغیب به معنای غیب هست که همون کلمه فارسی مرادف آن داریم، و هر چیزم که از چشم انسان پوشیده باشه به معنای چیه؟ غیبه. هر چی که انسان نتونه اون را با چشم بصر ببیند میشه غیب. اون که نتونه ظاهرا ببینه بهش میگن غیب. و اقیم الصلاه و یقیمون الصلاه به معنای نماز را به پا میدارند، و مما یعنی از آن چه رزقناهم روزیشون کردیم ينفقون انفاق میکنن یا میبخشن. پس با توجه به این ترجمه ها و این کلمات میشه گفت که متقین همان کسانی هستند که به غیب ایمان دارند یا ایمان می آورند، نماز به پا می دارند و از آنچه روزشون کردیم انفاق می کنند. این ترجمه آیه 3 هست. پس بنابراین در اینجا صفت متقین را در 3 خصوصیت و ویژگی زیبا مطرح میکنه. یکی ایمان به غیب، و یکی اقامه نماز، و سوم بذل بخشش و انفاق در راه خدا. مفاهیم و دلالت هایی که این آیه داره چی میخواد بگه؟ کتاب الله کتاب الله کتاب الله. یکی معنای ایمان، الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان می آورند. حقیقت ایمان چیه؟ چطور ایمان میارن؟ آیا همین که انسان بگه ایمان آوردم کافیه؟ یا اینکه مقتضای ایمان چیز دیگه است؟ علما گفتن که اصل ایمان به معنای تصدیقه، یعنی پذیرفتن و تأیید کردن. در آیه در سوره یوسف داریم که وقتی قصه حضرت یوسف علیه السلام با برادرانش پیش اومد، اون را بردن به صحرا با یک حیله‌ای و تو چاه انداختن. برادران ناتنیش که فهمیدن یوسف چقدر نزد پدر عزیز و گرامی است، حیله کردن برای گشت و گذار و تفریح، اون را بردن به صحرا و داخل چای انداختنش. اون وقت پیراهن پاره پاره‌اش را خونالید کردن و آوردن جلو پدر، گفتن که با عرض معذرت، با شرمندگی و خجالت، با حسرت و ندامتی که سر و صدای را انداختن، عرض کردن که بله ما رفتیم بازی کردنمون، غافل موندیم و گرگ اومد و برادرمون درید. اینجا در دنبال این قصه در خلال سوره یوسف میخوانیم که اونها گفتن که آیه اینطور میاد که وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. برادران یوسف یا فرزندان یعقوب رو به یعقوب گفتن که چی؟ ما میدونیم که شما تصدیق ما نمی کنید ولی اون که ما راستگو باشیم. حالا میخوام از این آیه چی بفهمیم؟ میخوام بفهمیم که مؤمن یعنی مصدق، یعنی اینطور. چرا؟ چون هر دو و ما انت به مؤمن یعنی شما مؤمن ما نیستید. منظور از مؤمن در اینجا چیه؟ تصدیق کننده. شما حرف ما را قبول نمی کنی ولو کننا صادقین، ولو که ما راستگو باشیم. برادران یوسف اینطور خودشون تبرئه کردن، چون باور نمیشد، قبول نمیشد،
یعقوب علیه السلام نمیتونست بپذیره که به همون سادگی فرزندش رو از دست دادی. به همین خاطر اونا گفتن خب حالا ما میدونیم تو نمیپذیری، قبول نمیکنی حرف ما، ولی اون که ما راستگو باشیم. جالب اینجاست که مؤمن و صادقین مرادف همدیگه به کار برده شدن. و ما انت بمؤمن، تو مصدق و تصدیق کننده ما نیستی ای پدر، ولو کننا صادقین، ولو که ما راستگو باشیم. پس اصل ایمان یعنی تصدیق. اصل ایمان یعنی تصدیق و تایید و پذیرفتن و قبول کردن. ولی در معنای شرح و اصطلاح دینی و واژه یک معنای دیگه دارد. این واژه معناش اینه که هر چیزی که هر مبدأ دینی، هر مفهوم دینی، هر آرمان و ارزش دینی وقتی که در قلب مورد تصدیق قرار بگیره، چون محل تصدیق کجاست؟ قلب انسانه. قلب تصدیق میکنه و زبان اقرار میکند، میپذیره و دست و جوارح اون رو عملی میکنه. پس بنابراین ایمان از نظر شرعی 3 شاخه داره، هم در قلب جا دارد، هم در زبان، هم در عمل. اینجاست که گفتند الایمان ما وقر فی القلب و صدقه العمل. امام حسن بصری رحمت الله علیه از بزرگان تابعین میفرمود که ایمان اون چیزی است که در قلب انسان جا بگیره و عمل تصدیقش بکنه. و همینطور در تفسیر ایمان آوردن یا در تعریف ایمان آوردن که ایمان چیزی است که در قلب تایید بشه، تصدیق بشه و زبان اون را اقرار بکند و دست و جوارح و اندام اون رو چکار کنند؟ به مقتضایش عمل بکنند. به همین خاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی مشهور فرمودند که الایمان بضع و 70 شعبه، ایمان 70 و چند شاخه داره، یعنی بسیار با وسعته، بسیار در برگیرنده تمام کارهای ما انسان هاست. سپس فرمود اعلاها کلمت لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذى عن الطریق. بالاترین رتبه ایمان اقرار به وحدانیت الله است، یعنی لا اله الا الله، شهاده و گواهی به وحدانیت الله دادن، اقرار به توحید و یکتاپرستی. این بالاترین رتبه ایمان هست. پایین‌ترین رتبه ایمان چیه؟ این که ما خار و خاشاک رو از سر راه مردم بیرون بندازیم، یعنی مزاحم کار دیگران نشیم. به همین خاطره که میشه گفت ایمان هم تصدیق قلبی لازم داره، اصلش ریشه قلبی، یعنی تصدیق قلبی در ریشه کلمه، ولی در واژه شرعی و اصطلاح دینی ما هم به هر 3 معنا اطلاق میکنیم. هم عمل ایمان هست، هم زبان و آنچه به زبان گفته میشه شهادتین ایمان هست، و هم قبل از همه اینها باورهای درونی انسان چیه؟ ایمان هست. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. و اون چی که اینجا مهم هست، از همه مهمتر قلب انسانه، چون فرمود یؤمنون بالغیب. آنچه که مقتضای ایمان به غیب هست اینه که قلب ما بپذیرد، باور بکنه، به یقین برسه که غیبی هست. اون غیب چی میتونه باشه؟ این معنای دیگر است. معنای غیب و مراد از آن در این آیه. غیب چیه که با تقواها به اون ایمان میارن؟ گفته شده الله، گفته شده فرشتگان، گفته شده بهشت و جهنم، خیلی چیزا تفسیر شده، ولی همه اینها شامل هست. چون آنچه که در مدلول لغوی علمای تفسیر میفرمایند هر چیز که از چشم انسان دور باشد، از انظار انسان و دید انسان دور باشه، غیبه. پس بنابراین متقین به آن حقایق ایمانی که مقتضای ایمانشون هست ایمان میآورن، ولی اون که غیب باشن. ذات الله اقدسش غیبه، فرشتگان الهی از نظر ما غیب هستند، وحی از نظر ما غیبه، پیامبر امروز در نظر ما غیب هست، چون پیامبر دیگه وجود نداره. ما به روایت قرآن و روایت به اصطلاح پیامبر و به نقل این متواتر اومدیم دین رو پذیرفتیم.
ایمان به داستانهای پیامبران، ایمان به پیامبرانی که ما قبل از پیامبر اسلام گذاشتن، ایمان به غیب هست، چون ما فقط قصه هاشون رو میخونیم، روایت هاشون رو در تاریخ بررسی میکنیم، اما اونها رو که ندیدیم، با اونها هم زندگی نکردیم. پس بنابراین ایمان پیامبران هم، ایمان به کتاب هایی که بر سر اونها نازل شده و پیام های الهی بوده، ایمان به غیب هست. ایمان به اون سرنوشت یا اون قضا و تقدیر الهی که در این دنیا میگذرد، ایمان به غیبه. ایمان به جهان آخرت، به روز بازپسین، با آنچه که در آنجا پیش خواهد آمد، از اولین لحظاتی که دنیا کن فیکون میشه و به هم میرزه، با اون علامت های بزرگی در قرآن و در سنت آمده است درباره قیامت، با تمام تفاصیل روز قیامت که در قرآن و سنت آمده است، ایمان به غیب هست. ایمان به بهشت، ایمان به جهنم، همه اینها، ایمان به نعمت هایی که در بهشت و عذاب هایی که در جهنم مطرح هست و در قرآن و سنت اومده، همه اینها ایمان به غیبه. پس بنابراین غیب یعنی مفاهیم بسیار زیادی از دین که ما با چشم عین ندیدیم، اما با چشم بصیرت میتونیم بپذیریم. چون بصیرت انسان میگه که این یک حقیقت است، لزومی نداره من حقیقتا با چشم عین اون رو دیده باشم، چشم مشاهده اون رو دیده باشم. پس بنابراین غیب معنای کامل و جامعی از کل مفاهیم دینی دارد که من جمله خداوند، فرشتگانش، پیامبرانش، کتاب‌های آسمانیش و همچنین جهان آخرت و قضا و تقدیر است که اینها جزء ارکان ایمان هست. میدونید وقتی از پیام جبریل در صورت، در شکل یک انسان عادی اومد، در مجلس پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار گرفت، نشست، زانو زد همانند یک شاگرد و مؤدبانه از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوالهایی کردند. این حدیث طولانی حدیثی است مشهور به حدیث جبریل علیه السلام، چون جبریل در شکل یک انسان اومد سوال کرد در محضر و حضور جمعی از صحابه. هیچ کس اون رو نمیشناخت، اهل مدینه نبود و در ضمن مسافر هم نبود که آثار سفر هم برش باشه. همه غریب، به چشمشون انسان غریب بود ولی اون رو نمیشناختن. غریبی که ناآشناست، غریبی که قیافه، غریبی که آثار سفر هم برش نیست. به همین خاطر تعجبشون و شگفتیشون اوج گرفت. ولی سوالهای عجیب از پیامبر کرد. ایشون سوال کردن از اسلام، اسلام چیه؟ از ایمان، ایمان چیست؟ سوال کردن از احسان، سوال کردن از قیامت و نشانه های قیامت. حدیث طولانی است. جمله‌ای که مد نظر ماست در اینجا و وجه شاهد است نسبت به ایمان به غیب میخوام مطرح کنم و اون اینی که وقتی جبریل از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن که اخبرنی عن الایمان، یعنی از ایمان مرا آگاه بکن، خبر بده، پیامبر صلی الله علیه و سلم پاسخ فرمودند ان تؤمن الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره. ایمان اینه که شما به الله ذوالجلال و همچنین به فرشتگانش، به کتاب‌هایی که نازل کرده به توسط جبریل بر پیامبران و همچنین به پیامبران و به روز قیامت، روز آخرت و همچنین به قضا و قدر یقین و باور داشته باشید. این 6 تا مسائل عمده‌ای هستند که علما میگن اینها اصول ایمان هست، ارکان دین هستند، ارکان اسلام هستند، ارکان ایمان به غیب هست. اگه اینها رو باور داریم خیلی مسائل حل میشه و همین جزء اولین ویژگی و صفت و خصوصیت اهل تقوا است. معنای الصلاه، چون دومین صفت اهل تقوا اینه که نماز بپا می‌دارن. ما تفسیرش کردیم به نماز، الصلاه تفسیرش کردیم به نماز، چون صلات در اصل چیه؟ به معنای دعاست. الصلاه در لغت عربی معنای دعاست. به همین خاطر میگیم که چه؟ یصلون علی النبی، یعنی درود میفرستند بر پیامبر، در حالی که با لفظ صلات اومده. ملائکه هم صلات میفرستند ولی ملائکه به معنای دعای استغفار میکنن برای اهل ایمان. پس بنابراین صلات در اصل لغت به معنای دعاست، ولی در واژه شرعی و اصطلاح دینی به معنای یک عبادتی است که با
تکبیرت الاحرام شروع میشه، با تسلیم هم تموم میشه، با سلام دادن هم تموم میشه. هیئتی داره، ارکانی داره، سننی داره، نوافل داره، آداب شروطی دارد و همه مردم اینو میدونن و اون جای بحثش در مسائل فقهی است و احکامه. ولی ما میخوام اینو بگیم که صلات در اینجا چیه؟ همون نماز مشهور و معروف هست، نمازی که در 5 وعده نمازهای صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا در هر شبان روز 5 فریضه شرعی است و 17 رکعت حداقل به عنوان فرائض شرعی هر مسلمانی باید به جا بیاره. 2 رکعت به عنوان نماز صبح، 4 رکعت برای نماز ظهر، 4 رکعت نماز عصر، 3 رکعت نماز مغرب و 4 رکعت نماز عشا. 17 رکعت در شبان روز فریضه و واجب شرعی هر مسلمان عاقل بالغ هست. 2 شرط بیشتر نداره، عاقل بالغ. حالا مسافر، مریض هست، کارمند، هر شرایطی داشته باشه نمازهای 5گانه برایش فرض و واجب، تخلی از اون هم گناست و باید روز قیامت جوابگو باشه. پس بنابراین صلات همان نمازهای مشهور هست با این کیفیتی که گفتیم، با تکبیرات احرام شروع میشه و با تسلیم هم تموم میشه. خداوند میفرماید و یقیمون الصلاه، یعنی با تقواها، کسانی که هدایت شدن به راه خدا که در سوره فاتحه اومد. اینجا میخواد چه بگه؟ میخواد بگه نماز را به پا میدارن، نگفت یصلون نماز میخونن. به خاطر اینکه نماز خوندن ممکنه بهش خیلی شکل و شیوهی باشه، ولی به پا داشتن نماز یعنی ادا کردن حق نماز. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. معنای ادا کردن حق نماز غیر از اینه که انسان نماز بخونه، چون خیلی نماز میخونن و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که نمازگزار از نمازش سلام میده ولی ببینید که 1/10 از اونم اجرش نمیگیره. یا بعضی ها بی بهره از اون نماز میرن بیرون. میپرسیم چرا؟ میگن به خاطر اینکه بستگی به حضور قلب و اخلاص و تبعیت و پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم در نمازه. در اینکه این نمازگزار سر وقت نمازش بخونه، در اینکه این نمازگزار با اخلاص نماز بخونه، در اینکه این نمازگزار در هنگام نماز خوندن حضور قلب داشته باشه و با فروتنی و تواضع نمازش بخونه، با خشوع و خضوع نمازش ادا بکنه. همه اینها ارتباط مستقیم داره در معنویت نماز و اثر نماز در خود انسان. اینی که یقیمون الصلاه یعنی نماز را به پا می‌دارن. به پا داشتن یک چیز لازمش اینه که انسان حواسش رو جمع کنه، تمام اون چیزی که در اقامه خواسته شده، در به پا داشتن ازش خواسته شده به کار بندازه تا اینکه یک چیز درست حسابی ادا کنه و ارائه بده. اینکه به شما گفتن یک کاری انجام بدید و انسان این کار را از دست خودش هر طور دوست داشت ارائه بده، این کار مفید باشه یا مفید نباشه، جالب باشه یا نباشه، این حق ادای اون حق نیست. ولذا یقیمون الصلاه بیشتر از این تفصیل نمیدیم و انشالله در آیات دیگری از قرآن کریم بارها میخونیم. ما نزدیک به 141 آیه در قرآن کریم داریم که درباره نماز گفته شده. 140 یا 41 آیه در قرآن کریم درباره نماز اومده. پس بنابراین سخن زیاده درباره نماز میذاریم به وقت خودش. اون چی که مهمه اینه که بدونیم ما که از خداوند طالبان هدایت هستیم و میگیم اهدنا الصراط المستقیم و حالا دوست داشتیم که اهل تقوا باشیم، یکی از واجبات اساسی دینمون برای هدایت اینه که نماز رو به پا داریم. پس منظور از اقامه نماز هم عرض کردم خدمتتون. سپس خداوند فرمود و مما رزقناهم ينفقون، و از آنچه روزیشون کردیم انفاق میکنن. این غیر از اینه که انسان به حد کفاف برسد. بعضی وقت انسان خیال میکنه حتما باید یک ثروتمند لرد و میلیونر یا میلیاردر امروزی باشه به قول معروف تا اینکه دست سخاوتش رو باز کنه. اینطور نیست. خداوند فرمود مما رزقناکم، یعنی از هر چی روزشون کردیم. بعضی وقتا میشه
یک مال اندک در وقت مناسب اگر به فقیر و محتاج داده بشه ارزش پیش خدا خیلی بیشتر و ثوابش هم بیشتر و ارزش بیشتره، به خاطر اینکه به وقت مناسب و در وقت نیاز داده شده. ما میبینیم گدایانی و محتاجانی و نیازمندانی در جامعه دست تکدی و التماس و مسئله دراز میکنن، ولی همه اینها در یک سطح نیستن. یکی واقعا نون خوردن نداره. آیا تأمین کردن این انسان مثل تأمین کردن یک انسان سیری است که میخواد ماشینش رو عوض بکنه، ماشین لوکس تر بگیره؟ خب مثل هم نیست. یا برعکسش اگر توجه کنیم، این بستگی به نیازه. نیازها متفاوته. باید انسان بگرده نیازمندترها را انتخاب کنه تا اینکه اون مشکلات اساسی جامعه را ادا بکند. و به همین خاطر گفته شده که به بذل و بخشش در راه خدا در فرهنگ دینی و قرآنی انفاق گفته شده. میدونید چرا؟ انفاق یعنی پر کردن خلا. از کلمه نفق گرفته شده و نفق یعنی تونل یا راه زیرزمینی یا سوراخ‌هایی که در زمین هست به قول معروف. و منفق میاد چیکار میکنه؟ این سوراخ‌ها، این خلاها، این تونل‌هایی که ممکنه جامعه اسلامی را متزلزل بکنه و کسی روی این تونل‌ها راه میره، روی این سوراخ‌ها راه میره، بیفته تو اون چاله چوله‌ها، چیکار میکنه؟ در امان قرار میده. پس بنابراین منفق، بذل و بخشش کردن و جواد و انسان سخی و جواد و کریم میاد این مشکلات جامعه را با گذاشتن مالش، خرج کردن پولش در جایی که واقعا میادونه نیاز جامعه است، مشکلات جامعه را برطرف میکنه. مثالی از واقعیت میزنم تا اینکه روشن‌تر بشه. شما احساس بکنید در جامعه شما جوانانی با استعداد ولی فقیر زندگی میکنن. درسته؟ اگر اینها به حال خودشون رها بشن، ممکنه دزد، ممکنه مواد فروش، ممکنه به هر راهی برای کسب درآمد سر بزنن، مجرم بار بیان. مختصر بگم، همینطور که در خیلی از کشورهای اسلامی عقب مونده متاسفانه این مشکلات وجود داره. ولی اگر که دست سخاوت ثروتمندان ما جامعه اسلامی باز بشه، بگردن این جوانهای با استعداد را پیدا کنن و هزینه‌های تحصیلشون رو بپردازن یا یک کار کاسبی محترمی واسهشون راه اندازی کنن، با اونها شریک بشن و به اونها راه بدن برای کسب درآمد، به اونها نشون بدن که میتونن انسان‌های مثبت و مفید باشن. میتونید این چه خدمت بزرگی است به جامعه بشریت. جلو خیانت‌های آینده و جریمه‌های قتل و زنا و دزدی و امثال اون رو راحت گرفتن در جامعه بشریت. و برعکس همین عنصرهایی که میرفتن در آینده به اون انسان‌های زالو صفت جامعه بشریت تبدیل بشن، برمیگردن یک انسان‌های مثبت، مفید، مثمر ثمر بر جامعه بشریت میشن. به همین خاطره که میگن بذل و بخشش در راه خدا در جای خودش وقت مناسب میشه انفاق. و انفاق بهترین و زیباترین صفت یا اصطلاحی است که قرآن کریم برای بذل و بخشش مثبت به کار برده است. پس بنابراین از آنچه روزشین کردیم، ما گفتیم روزی چیست و چگونه به دست میاد. هر چی که خداوند از راه حلال برسونه با کسب و درآمد مثبت و اونی که ضرر به جامعه نداشته باشه بهش میگن روزی، کم باشه یا زیاد. پس بنابراین از آنچه روزشون کردیم. ممکنه گفته بشه که تفسیر بعضی از مفسرین بر اینه که مراد است مما رزقناهم ينفقون، یعنی زکات واجب رو ادا میکنن. بله، زکات واجب یک واجب الهی است، یک فریضه است، تو گردنه، نمیشه از اون تخطی کرد. هر مسلمانی باید اون ادا بکنه. ولی از آنچه روزشون کردیم معناش اینه که هر جا دستشون برسه و به اندازه‌ای که دستشون برسه، هر لحظه‌ای که نیاز باشد از خودشون جدا میکنن، میذارن و برای رفع مشکلات جامعه. پس انفاق یعنی چی و چرا باید انفاق کرد رو
عرض کردم خدمتتون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. این درس به ما میگه که اگر میخواهیم بر راه راستی باشیم که در سوره فاتحه مطرح شد و همین هم اهل تقوا هستند و همین هم نشانه تقوا و رستگاری است و هدی للمتقینی که قرآن مطرح کرده و همین کسانی هستند که در راه حق قرار گرفتن، بیاییم با ایمان به غیب، یعنی باور حقایق دینی که خداوند در اصول ایمان، پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم اون را جز اصول ایمان مطرح کرده، ایمان به خدا، به الله، به فرشتگانش و همچنین به کتاب‌های آسمانی و به روز آخرت و به قضا و قدر. این 6 تا جز اساسیات ایمان به غیب هست را در قلبمون دوباره پرورش بدیم تا اینکه باعثی باشه برای و عاملی باشد و سببی باشه و انگیزه‌ای باشه برای عمل به واجبات شرعی که از جمله اقامه نماز هست و انفاق بذل بخشش در راه خدا. امیدواریم که موفق و مؤید باشید. تا درسی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. كتاب الله